با نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سر حال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون هندسه در صنف دهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید، یک موضوع جدید را در مضمون هندسه میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم هندسه تحلیلی هم آشنا شویم. همه شما عزیزان میفهمین که در درس‌های قبلی ما صحبت کردیم که چگونه میتونیم معادله یک خط مستقیم را از شکل عمومی و شکل معیاری تبدیل کنیم به شکل معادله خطی تبدیل کنیم که میل و نقطه تقاطعش با محور وای معلوم باشه، و یا به شکل خطی تبدیل کنیم که میل و یک نقطهش معلوم باشه. امروز با هم دیگه در مورد معادله یک نوع دیگه از خط مستقیم صحبت می‌کنیم. عنوان درس امروز ما تبدیل کردن معادله یک خط مستقیم از شکل عمومی و معادله‌ای که دو نقطه آن معلوم باشد میباشه و این درس ما شامل صفحه 328 و 329 کتاب ریاضی بخش هندسه است. به شکل کلی هدف ما در درس امروز این هست که با هم دیگه یاد بگیریم چگونه میتونیم معادله یک خط مستقیم را از شکل عمومی به معادله خطی تبدیل کنیم که دو نقطهش معلوم باشه. پس قلم و کتابچه هایتان پیشتان باشه، نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. شاگرد عزیز، همه شما میفهمین که معادله یک خط مستقیم به شکل عمومی به این شکل می باشه: ax مثبت by مثبت c مساوی هست به 0. حالا همین شکل معادله خط مستقیم که به شکل عمومی هست را چگونه میتونیم تبدیل کنیم به معادله یک خط مستقیم که دو نقطهش معلوم باشه؟ یعنی ما ابتدا باید دو نقطه را در همین خط مستقیم دریافت کنیم. به خاطر دریافتن دو نقطه در خط مستقیم یک بار قیمت x را 0 میگذاریم، قیمت y را به دست میاریم. یک بار قیمت y را 0 وضع میکنیم، قیمت x را به دست میاریم. بیاین همین کار را انجام بدیم. با رنگ سرخ براتان قیمت x را 0 وضع میکنم تا برای y یک قیمت دریافت کنم. نوشته میکنم a ضرب به جای x عدد 0 را وضع میکنم مثبت by خودش مثبت c هم خودش مساوی به 0 هم خودش. حالا ببینید a ضرب 0 0 مثبت by خودش مثبت c مساوی هست به 0. حالا 0 جمع by مثبت c مساوی هست به 0. حالا y را تنها نگه میدارم، نوشته میکنم by مساوی هست به مثبت c. به سمت مقابل مساوات انتقال پیدا کنم منفی c. اطراف را تقسیم ضریب y میکنم، یعنی هر دو سمت تقسیم چی؟ تقسیم b شود. هر دو سمت را تقسیم b میکنیم و در نتیجه b با b اختصار میشه. چی باقی میمونه؟ y مساوی میشه به منفی c بر b. همین را نوشته میکنم که هرگاه من برای x قیمت 0 وضع کردم، قیمت y شد منفی c بر b. منفی c بر b. نقطه اولی را تانستم که دریافت کنم. نقطه دومی را ببینید شاگرد عزیز. نقطه دومی خوب دقت کنید. در نقطه دومی میخوایم که برای y قیمت 0 را وضع کنم. ببینید در این قسمت برای y قیمت 0 را در همین معادله وضع میکنم و برای x قیمت دریافت میکنم. نوشته میکنم که ax مثبت b ضرب y به جای y قیمت 0 را وضع میکنم مثبت c مساوی به 0 هم خودش. ax خودش مثبت b ضرب 0 0 مثبت c مساوی هست به 0. ax جمع 0 ax مثبت c مساوی هست به 0. حالا ببینید ax را در همین سمت خودش را نوشتم که مثبت c به سمت مقابل مساوات انتقال پیدا میکنه منفی c. اطراف را تقسیم ضریب x میکنم که ضریب x در هر دو سمت که باید تقسیم شود عبارت از a هست. a با a اختصار میشه، x مساوی میشه به منفی
سی بر ا. حالا یک نقطه دیگر را هم دریافت کردم، پی زبر را هم دریافت کردم که اکسش منفی سی بر ا میشه در صورتی که قیمت وای را صفر وضع کنم. خوب دقت کنید دو نقطه را چگونه دریافت کردم در همین خط مستقیم که معادلش به کدام شکل هست؟ x مثبت b y مثبت c مساوی به صفر، یعنی به شکل عمومی داده شده معادله. یک بار به جای x صفر گذاشتم به y قیمت گرفتم. قیمتی که به وای گرفتم منفی سی بر بی شد. یک بار به جای وای صفر گذاشتم و برای ا قیمت به دست آوردم که منفی سی بر ا شد. و حالا با استفاده از همین دو نقطه که دارم و با استفاده از اینکه میتونم میل خط مستقیم را با تنها گذاشتن وای دریافت کنم، شما از درس‌های قبلی موضوع را میفهمید که وای را تنها میگذارین و میل را دریافت میکنید و معمولا زمانی که شما وای را تنها بگذارین میل را که دریافت کنید میل میشه منفی ای بر بی. منفی ای بر بی عبارت از چی هست؟ عبارت از میل خط مستقیم هست. پس شما حالا دو نقطه را دارین و میل را دارین و با استفاده از یک فرمولی که در درس‌های قبلی خوانده بودیم که چگونه میتونیم معادله خط مستقیمی را دریافت کنیم که دو نقطهش معلوم باشه. یک فرمول داشتیم، فرمولش چی بود؟ y منفی y1 مساوی هست به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 ضرب قوس x منفی x1. پس شما حالا با وضع کردن قیمت های x1 و y1 و x2 و y2 میتونید که معادله خط مستقیم را به دست بیارین که دو نقطهش معلوم باشه. اصلا به میل هم نیاز ندارین، شما فقط قیمت ها را وضع میکنید. کدام قیمت ها را؟ x1 در نقطه اولی مختصات عبارت از x1 و y1 هست، در نقطه دومی مختصات عبارت از x2 و y2 هست. همین قیمت ها را در داخل فرمول جابجا میکنید، جمع و تفریق ضرب و تقسیمی که امکان انجام شدنش هست را انجام میدین و در نتیجه یک معادله را به دست میارین که اون معادله همین خط هست، همین خطی که معادلش به شکل عمومی به شکل ax مثبت b y مثبت c می باشه و این معادله رو که به دست میارین معادله همین خط هست، اما در صورتی که دو نقطهش معلوم باشه و شما فهمیدین که چگونه میتونیم دو نقطهش را به دست بیاریم. حالا بیاین با هم دیگه یک مثال کار کنیم. و ما یک معادله را داده و از ما خواسته که معادله را از شکل عمومی به معادله خطی تبدیل کنیم که دو نقطهش معلوم باشه. این معادله چی هست؟ این معادله هست 5x منفی 12y مثبت 39 مساوی هست به 0. خوب به این معادله دقت کنید. حالا بیاییم که یک بار برای x قیمت دریافت کنیم، یک بار هم برای y قیمت دریافت کنیم با رنگ سرخ. یک بار برای x قیمت دریافت میکنم یعنی چی؟ یعنی یک بار y را صفر قرار میدم، y را صفر قرار میدم تا به x قیمت دریافت کنم. نوشته میکنم 5x خودش منفی 12 خودش، به جای y قیمت چند گذاشتم؟ صفر گذاشتم، مثبت 39 هم در این قسمت خودش مساوی به 0. حالا نوشته میکنم 5x منفی 12 ضرب 0، در این قسمت 12 ضرب 0 میشه، جوابش 0 مثبت 39 مساوی هست به 0. حالا ببینید 5x منفی 0 دوباره 5x مثبت 39 مساوی هست به 0. حالا ببینید که 5x را در همین سمت نگه میدارم، مثبت 39 را به سمت مقابل مساوات انتقال میدم، میشه منفی 39. حالا اطراف را تقسیم ضریب x میکنم. ضریب x چی هست؟ ضریب x 5 هست. هر دو سمت را تقسیم 5 میکنم، 5 با 5 در سمت چپ خلاص میشه، x باقی میمانه، x مساوی هست به منفی 39 بر 5. شاگردای عزیز، کاری که انجام دادم این بود که نقطه اولی را دریافت کردم. نقطه اولی اگر نامش پی باشه مختصاتش هست برای x منفی 39 بر 5 و وای را هم ما صفر گذاشته بودیم. وای را صفر گذاشته بودیم که مختصات x را تانستیم دریافت کنیم منفی 39 بر 5. حالا بیاین مختصات وای را یا مختصات یک نقطه را دریافت کنیم. اگر x را صفر وضع کنیم و با وای
قیمت بگیریم. با رنگ سبز حالا x را 0 وضع میکنم تا با y قیمت بگیرم. نوشته میکنم 5x 5 ضربه و جای x قیمتش را وضع میکنم که 0 گذاشتیم. 5 ضرب 0 منفی 12y مثبت 39 مساوی هست به 0. حالا ببینید 5 را ضرب 0 میکنم. 5 ضرب 0 0 منفی 12y خودش مثبت 39 مساوی به 0 هم خودش. ببینید 0 منفی 12y منفی 12y مساوی هست مثبت 39 مساوی هست به 0. حالا کاری که انجام میدم این هست که نوشته میکنم منفی 12y مساوی هست و مثبت 39 را به سمت مقابل مساوات انتقال میدم منفی 39 و حالا اطراف را تقسیم ضریب وای میکنم. ضریب وای چی هست؟ منفی 12. هر دو سمت را تقسیم منفی 12 میکنم. در این قسمت منفی 12 صورت با مخرج اختصار میشه، وای باقی میمونه. در این قسمت هم ببینید منفی تقسیم منفی میشه مثبت 39 بر 12. پس نقطه دومی را هم به دست آوردم که اگر نقطه دومی ما باشه پی زبر، زمانی که برای x 0 وضع کردم قیمت y را تونستم دریافت کنم که 39 بر 12. دو نقطه را در این خط تونستم که دریافت کنم. یک بار x را 0 وضع کردم به y قیمت گرفتم، یک بار y را 0 وضع کردم به x قیمت گرفتم و در نتیجه دو نقطه بر روی خط 5x منفی 12y مثبت 39 تونستیم که دریافت کنیم. حالا بیایم با استفاده از همین دو نقطه p و p زبر ما معادله خط را نوشته کنیم. شما میفهمید اگر یک خط وجود داشته باشه که دو نقطه بر رویش معلوم باشه، با استفاده از یک فرمولی که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم میتونیم که معادلش را دریافت کنیم. این دو نقطه را بیاین که در صفحه بعدی نوشته کنم. p منفی 39 بر 5 و 0 نوشته میکنم که نقطه p هست منفی 39 بر 5 و 0 و نقطه پی زبر را هم تونستیم دریافت کنیم که پی زبر مساوی بود به 0 و مختصه وای پی زبر چی بود؟ 0 و 39 بر 12 نوشته میکنم 0 و 39 بر 12. حالا بیاین با استفاده از فرمولی که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی y منفی y1 مساوی هست به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 ضرب قوس x منفی x1. حالا بیاین قیمت های x1 y1 x2 و y2 را تعیین کنیم. در نقطه اولی مختصه اولی عبارت از x1 مختصه دومی y1. در نقطه دومی مختصه اولی عبارت از x2 و مختصه دومی عبارت از y2. قیمت ها رو در فرمول جا به جا میکنم. نوشته میکنم که y منفی به جای y1 قیمت y1 چند هست؟ حالا خوب دقت کنید قیمت y1 در این قسمت 0 هست. پس y منفی 0 مساوی هست به خط بر خودش. در صورت داریم y2 منفی y1. y2 چی هست؟ y2 هست 39 بر 12 منفی 0. نوشته میکنم که 39 بر 12 منفی 0. در مخرج داریم x2 منفی x1. x2 چی هست؟ 0 منفی 39 بر 5. نوشته میکنم x2 قیمتش هست 0. یک منفی از خود فرمول هست، یک منفی هم در x1 هست که منفی 39 بر 5 است. منفی ضرب منفی میشه مثبت 39 بر 5 و در این قسمت هم یک قوس باقی مونده. قوس x منفی x1 هست. x خودش x1 قیمتش چند هست؟ منفی 39 بر 5. x خودش و منفی از خود فرمول خودش و منفی 39 بر 5 داریم. منفی ضرب منفی میشه مثبت 39 بر 5 هم در این قسمت خودش گرفته میشه. شاگردان عزیز حالا خوب دقت کنید. نوشته میکنیم که y منفی 0. y منفی 0 خودش نامش را در این قسمت نوشته میکنم. y منفی 0 y باقی میمونه. y خودش مساوی هست و در صورت خوب دقت کنید 39 بر 12 منفی 0 از 39 بر 12 که 0 تفریق شود دوباره از 39 بر 12 باقی میمونه. در مخرج چی باقی میمونه؟ مخرج را خوب دقت کنید. در مخرج هست 0 جمع 39 بر 12. 0 که با 39 بر 5 ببخشید 0 جمع 39 بر 5 0 که با 39 بر 5 جمع شود چی باقی میمونه؟ 39 بر
5 باقی میمونه. یک قوس هم در این قسمت داریم که عبارت از چی هست؟ x مثبت 39 بر 5. حالا بیاین کمی عملیه ساده سازی را انجام بدیم. عملیه ساده سازی به چه شکلی؟ به این شکل که نوشتم که y مساوی هست و در این قسمت یک کسرالکسر وجود داره، یعنی کسری که در صورت هست 39 بر 12. 39 بر 12 خودش علامه تقسیم به ضرب تبدیل میشه، کسر مخرج برعکس میشه، 39 بر 5 هست، حالا میشه 5 بر 39. حالا ببینید 39 مخرج با 39 صورت اختصار میشه، البته قبلش باید قوس x مثبت 39 بر 5 گرفته شود. حالا 39 صورت با 39 مخرج اختصار میشه، 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 12 هم 12. چیزی که باقی میمونه هست y مساوی هست و ببینید در این قسمت 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 12 هم 12. 5 بر 12 در این قسمت خودش 5 بر 12 و یک قوس در این قسمت وجود داره که این قوس عبارت از x مثبت 39 بر 5 هست. x مثبت 39 بر 5. به این قسمت خوب دقت کنید. 5 بر 12 یک بار ضرب x میشه، یک بار هم ضرب 39 بر 5 میشه. بیاین همین کار را انجام بدیم. نوشته میکنم y مساوی هست و یک بار 5 بر 12 ضرب x میشه. نوشته میکنم 5 بر 12 x، علامه هایشان هم مثبت هست، مثبت ضرب مثبت مثبت و 5 بر 12 نوشته میکنم مثبت ضرب مثبت مثبت. خب حال کاری که انجام میتیم هست که 5 بر 12 را ضرب 39 بر 5 هم میکنیم. نوشته میکنم 5 بر 12 ضرب 39 بر 5. یک کاری که در این قسمت صورت میگیره این هست که 5 صورت با 5 مخرج اختصار میشه و در نتیجه معادله‌ای که به دست میاد کدام معادله از y مساوی هست به 5 بر 12 x مثبت خودش 1 ضرب 39 39، 1 ضرب 12 هم 12. میخوایم که جواب سوال را هم در همین قسمت نوشته کنم. به این شکل y مساوی هست همین قسمی که براتون گفتم، یک بار 5 بر 12 ضرب x میشه، یک بار هم 5 بر 12 ضرب 39 بر 5 میشه. بیاین همین کار را انجام بدم. y مساوی هست به 5 بر 12 ضرب x. نوشته میکنم 5 بر 12 ضرب x، علامه مثبت ضرب مثبت میشه مثبت و 5 بر 12 5 بر 12 هم ضرب 39 بر 5 میشه 39 بر 5. حالا کاری که در این قسمت صورت میگیره این هست که 5 صورت با 5 مخرج اختصار میشه چون هر دوشان در حالت ضرب هستن و کدام قسمت باقی میمونه؟ y مساوی هست به 5 بر 12 x خودش علامه جمع خودش میباشه، 1 ضرب 39 39، 1 ضرب 12 هم 12 و بالاخره میتونیم که معادله خط مستقیم را به دست بیاریم. حالا به این قسمت خوب دقت کنید. نوشته میکنم که در نتیجه معادله‌ای که حاصل میکنیم به این شکل میباشه y مساوی هست به 5 بر 12 x خودش علامه مثبت خودش 1 ضرب 39 39 در صورت در مخرج هم 1 ضرب 12 12. معادله خط مستقیم را دریافت کردیم که مساوی هست به y مساوی به 5 بر 12 x مثبت 39 بر 12. حالا شما به شکل بسیار درستش میتونید از روی همین معادله میل را دریافت کنید که میل عبارت از چی هست؟ میل مساوی هست به 5 بر 12 و نقطه تقاطع خط با محور y را هم دریافت کرده میتونید که b اگر نقطه تقاطع خط با محور y باشه، خود خط محور y را در نقطه 39 بر 12 چی میکنه؟ قطع میکنه. البته شما میتونید 5 را تقسیم 12 کنید عدد اعشاری به دست بیارین، 39 را هم تقسیم 12 کنید عدد اعشاری به دست بیارین و در نتیجه به شکل اعشاری اعداد را هم نشان بدین و اگر این کار را هم نکردین به همین شکل هم کاملا درست است. شاگرد عزیز، ما امروز با هم دیگه یاد گرفتیم که چگونه میتونیم معادله یک خط مستقیم را از حالت عمومی و معادله خطی تبدیل کنیم که دو نقطهش معلوم باشه. یک بار برای x قیمت 0 وضع میکنید، برای y قیمت میگیرین، یک بار هم برای y قیمت 0 وضع میکنید، برای x قیمت میگیرین، دو نقطه پیدا شده و با استفاده از فرمول x منفی x1 مساوی است به y2 منفی y1 که بر x2 منفی x1 ضرب قوس x منفی x1 که فرمول
دریافتن معادله یک خط مستقیمی هست که دو نقطهش معلوم باشه. در این فرمول قیمت های x1 y1 x2 و y2 را وضع میکنید، جمع تفریق و ضرب و تقسیمی که امکان انجام شدنش هست را انجام داده و در نتیجه در اخیر شما به یک معادله دست پیدا میکنید که این معادله عبارت از معادله همون خط مستقیم هست. تنها تفاوتش این هست که ما از حالت عمومی تبدیلش کردیم به حالتی که دو نقطهش معلوم می باشه. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسه. از شما میخوایم که درس امروز را در خانه تکرار کنید و 2 سوال را در کتابچه هایتان جواب بدین. سوال اول این هست که معادله یک خط مستقیمی که هست 2x منفی 3y مثبت 4 مساوی به 0 و معادله دیگه عبارت از 15x مساوی هست به 30y منفی 45 را به معادله خط مستقیمی تبدیل کنید که دو نقطهش معلوم باشه. این 2 سوال را در کتابچه هایتان حل کرده روز بعدی به صنف بیارین و تا روز بعدی که دوباره مضمون هندسه داریم همه شما عزیزا را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.